سلام و درودی به پایان دنبالگیرندگان کتابخوان. امیدوارم شما خوب صحت و سلامت هستید و اینک این درسی پنجمی ماست در برنامه معنا درمانی و ما در این برنامه امروز میخواهیم یک پارچه از کتاب شاهزاده خردکک را برای شما مثال بیاریم. ببینیم که چقدر این شاهزاده خردکک برای دوست داشتن گلی خود چقدر معنای بزرگ داشت و این درس معنا درمانی است و ما درباره معناهای زندگی گپ میزنیم. خب اینک شروع میکنیم. بره اگر بوته بخورد گل هم میخورد. وای همه چیزی که به دستش میرسد میخورد. حتی گلهای خاردار؟ بله، آنهایی که خار دارند. پس چرا خوشه ها خار میبرند؟ من این را نمیدانستم. خیلی سرکار بودم. یک بال در موتور چسبیده آن را کشادن خواستم. من خود را ناراحت حس میکردم. وضعیتی وزنین میشد. قریب آب نمیموند. من میترسیدم که فرودی مجبوری من به بعد انجام یابد. چرا به خوشه ها خارها لازمند؟ شاهزاده خردکک هر گونه سوال که داد تا جواب نگیرد هیچگاه عقب نمیگردید. بال جگروی مرا بی‌صبرانه میکرد و من تصادفانه جواب دادم. خارها به یگان سبب لازم نیستند. گلها آنها را از خشم میسازند. همین طور؟ خاموشی حکم فرما بود. سپس او با قریبی با خشم گفت: من به شما باور نمیکنم. گلها سوست میباشند و ساده فکر. آنها کوشش میکنند که به خود دلیری نشان دهند. فکر میکنند که اگر خار داشته باشند هم از آنها میترسند. من جواب دادم. در این لحظه من به خود گفتم: اگر این بالتی لعنتی تسلیم نشود من آن را با لغت میزنم که پاره پاره میشود. شاهزاده خردکک باز اندیشه مرا برید. گمان میکنید که گل؟ نه، من چیزی فکر نمیکنم. اولین چیزی که به یادم اومد جواب دادم. ببینید من با کاری جدی بند هستم. وی با تعجب به من نگریست. جدی؟ وی پیوسته به من می نگریست که با روان مالیده آلوده بلغه به دست و در بالای اشیای نافهم خم شدم که به نظر او خیلی زشت می نمود. شما مثل کلان سالان گپ میزنید، گفت او. من شرم داشتم و بیرحمانه علاوه کرد: شما همه چیز رو آمیخته میکنید. شما هیچ چیز رو نمیفهمید. بله، او سخت خشمگین بود. وی سرش را جنبانید و شمال موی طلا رنگش را تاب داد. من سیاره را میدونم که در آن جا چونین یک جناب زندگی میکرد که چهره بنفش داشت. او در تمام عمرش هیچگاه گل را بوی نکرده است. او هیچگاه ستاره را نگاه نکرده است. او هیچگاه کسی را دوست نمی داشته است و او هیچگاه کاری نمی کرده است. وی با یک چیز بند است. رقم ها را ضم می کند و از سحر تا بیگاه یک گپ را تکرار می کند. من آدمی جدی هستم. من شخصی جدی هستم. شما مثل او. اصلا او از افتخار ورم کرده است، اما در اصل وی آدم نیست. وی زنبروغ است. چی؟ زنبروغ. شاهزاده خردکک حتی از غضب رنگش رنگ کرده شد. گلها میلیون ها سال است که خار می رویانند و میلیون ها سال است که بره ها گلها را می خورند. پس مگر فهمیدن کاری جدی نیست که اگر خارها فایده نبخشند چرا آنها برای پیرویش خار از راه می برایند؟ آیا در حقیقت مهم نیست که بره ها از گلها با همدیگر جنگ می کنند؟ اما این از اریتمتیک آن جناب فربه و چهره بنفشش جدی رنگ تر مهم نیست؟ چی می شود که اگر من گل را می دانم، گلی که در دنیا در سیاره من می سبزد و در آن یگانه جای می ماند،
آن نیست و یک صبح خوب برای ناگهان آن را گرفته خورد و حتی نداند که چی کار کرده است و همه این به نظر شما مهم نیست؟ وی سخت سرخ شد. سپس او باز گفت اگر شما گل را دوست دارید، یگانه گلی که در هیچ یکی دیگر از میلیون ها ستاره ها نیست، بس نیست که شما به آسمان نگاه کرده خوشبختی را حس میکنید و به خود میگویید گل من در جای زندگی میکند، اما اگر بره آن را بخورد همان است که گویا همه ستاره ها یک بار خاموش شده‌اند و این به نظر شما مهم نیست؟ پس دیگر گپ نزد. نتوانست او. ناگهان اشک ریخت. تاریک شد. من کارم را ترک کردم. بالت و بلغه بدبخت، تشنگی و مرگ برایم خنده‌آور بود. در ستاره، در سیاره من که آن را زمین مینامند، شاهزاده خردک گریه میکرد و او را تسلی دادن لازم بود. من او را در آغوش گرفتم، به مانند گوهر تاب دادم و گفتم گلی دوست داشته در خطر نیست. برای برات بند میکشم. برای گلی تو زیره میکشم. من چندان نفهمیدم. خب آن چیزی که من گفته بودم، من خود را به نهایت زحمت طلب و به سر و سامان حس میکردم. نمیدانستم چگونه زنگ زنم تا بشنوم چگونه روحش که از من دور میشد رسیدگی کنم. این دنیای غم‌انگیز عشق آن چقدر پراسرار و نامعلوم است. و کلا در اینجا داستان به پایان میرسد، اما در کتاب یعنی داستان ادامه دارد. ما تنها یک پارچه خردی داستان را برای شما گفتیم. اگر رفت برای شما پسند آمد، ما این کتاب را یعنی کلا قسمن برای شما یعنی اودیو میگردانیم. و تشکر با اینکه با ما بودید و دستگیری کردن ما را فراموش نکنید. تا نواری بعدی، خدایا رو مددگارتان باد.